تصاویر تازه سارا سرور بعد از جدا شدن از نامزدش. سارا سرور چرا از نامزد ترکش جدا شده است؟ سارا سرور چرا دیگر آهنگی نسروده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی سارا سرور در کشور کانادا. دلیل نامزدی سارا سرور با پسر ترک چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سارا سرور یکی از هنرمندان جوان در هنر موسیقی افغانستان شهرت و محبوبیت خوبی در میان هنرمندان جوان و تازه‌کار کشور داشته است. سارا سرور هنر موسیقی را از مادر بزرگوارش خانم انگامی عزیز آموخته است. سارا سرور در یک خانواده‌ای که معاملاً با هنر موسیقی آشنایی کامل داشته است دیده به جهان گشود. وی بزرگ شده کشور کانادا می باشد. سارا سرور هنر موسیقی را از پدرش هم آموخته است. وی 3 سال قبل با یک پسر ترک در کانادا نامزد شد، اما به دلیل نامعلوم سارا سرور از این پسر ترک جدا شده است. جدیداً تصاویر تازه سارا سرور با مادرش در صفحات مجازی غوغا برپا کرده است. مدت 1 سال می شود دیگر این دختر خانم و کارهای هنریش ادامه نداده است. وی در حالت روحی و روانی خیلی شدید در شفاخانه در کانادا بستری است. سارا سرور در رشته مقدس معلمی در کانادا آموزش دیده است و اکنون در یکی از کودکستان‌های بزرگ در کانادا اجرای وظیفه می کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران سارا سرور و اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همه شما عزیزان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.